آقا یه اتفاق جالبی که دیروز برای ما افتاد اینه که یکی از مشتریای ما چند روز پیش گوشی آوردن برای ما تعمیر، گفتن آقا اینو میشه مشکلشو حل کنید برای ما انجامش بدید. گفتیم بله. مشکل دستگاهشو حل کردیم، اومدن ببرن، گفتیم چقدر میشه؟ گفتن 450 تومن. گفت میشه 50 تومنشو کم کنی؟ گفتیم که آقا 450 تومن اصلا برای کاری که ما کردیم چیزی نیست. گفت مگه قطعه‌ای برده چیزی برده؟ گفتیم نه قطعه نبرده. والا 450 تومن اجرت زیاده دیگه، شما این 50 تومن رو کم کنید. گفتیم چشم. ما در نهایت 50 تومن رو کم کردیم. دوست من به قول شما 50 تومن چیزی نیست، ولی برای اون وقتی که ما گذاشتیم، اون زحمتی که گذاشتیم، اون همه آموزشی که دیدیم، اون همه ضرر و زیانایی که دادیم، این 50 تومن شما در روز یک بار میای ما خرید میکنید، ولی ما در روز 10 بار 8 بار مشتری میاد میگه آقا 50 تومن کم کن، 50 تومن کم کن، 50 تومن کم کن. اینا چیزاییه که تو این وضعیت کاسبا خودشون میدونن همینطوریش بازار خرابه، کاسبی خرابه. شما میای کار ما رو بی ارزش نشون میدی که آقا حالا چی بود مگه؟ یه دونه مثلا یه گوشی خاموش بود روشنش کردی دیگه. یه ذره اینجوری نباشیم، یه ذره حتما باید به شما دروغ بگن، مثل کسایی که آقا اینو انقدر قطعه برده، این اینطوری شده اون اینطوری شده. وقتی کسی باهاتون آنست کار میکنه، رو راست کار میکنه، عوض اینکه هواشو داشته باشید اینطوری حالشو نگیرید.